سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ همونجور که از تامنیل فهمیدید امروز اومدیم با ویدیوی پنل ساخت وایرگارد. پنل دوتا رمز داره که داخل گیم پلی هست. آموزش هم آخر ویدیو بعد گیم پلی هست، حتما با دقت گیم پلی رو ببینید. و اینکه پنل به صورت فایل داخل کانال تلگرام قرار داده. لینک کانال تلگرام داخل کامنت های یا توضیحات یا کپشن این ویدیو قرار داره. و اینکه من تازه شروع کردم به فعالیت، لطفا منو حمایت کنید. پنل زیاد حرف نمیزنم، بریم برای گیم پلی و رمز و آموزش آخر ویدیو هستیم. I don't know, baby. I think of her so much it drives me crazy. I just don't wanna leave me. همونطور که گفته بودم لینک کانال تلگرام داخل کامنت ها و توضیحات است. بعد اینکه ور شدید یک همچین فایلی از روی سه نقطه میزنید و در ذخیره در دانلود ها رو بزنید. بعد بیایید بیرون. نیاز داریم به برنامه زدار، شیور و وایرگارد. همتون علی وارد زدار شیور میشید. قسمت دانلود ها، روی دانلود ها میزنید تا وارد اونجا بشید. بعد روی تلگرام بزنید، چون که ما ذخیره در دانلود ها زدیم و داخل تلگرام. حالا اینجا فایل اون هستی، روش یه دونه میزنید و اینجا استخراج به مکان فعلی میزنید. اینجا همون رمز استخراج ازتون میخواد، رمز استخراج، و برای داخل خود پنل هم فرق میکنه. حالا اینجا من رمز رو بزنم و استخراج شد. یه پنل فایل HTML روی فایل میزنید. بعد باز کردن کنارش اون دکمه است، اونو بزنید و گوگل کروم رو انتخاب کنید. اگر با مرورگر دیگه بزنید دانلود نمیکنه. بعد روی فقط این بار بزنید این پایین. بعد اینجا رمز لاگینه، حالا همون رمز دومی که داخل گیم پلی بوده بزنید و اینجا روی چک سرور بزنید. اینجا کلی سرور بهتون نشون میده که میتونید مثلا عراق انتخاب کردن و روی جنریت کانفیگ بزنید. اینجا روی اسم میزنید، میتونید اسم عوض کنید یا به همون اسم دانلود کنید. بعد اینجا تایید زدید، خودکار دانلود میکنه. حالا وارد وایرگارد میشیم. همون روی به اضافه میزنیم و از طریق فایل دانلود میکنیم. فایل با آرشیو یا فایل همون بزنید. میاد اینجا اسم همون فایل رو دقت کنید، کانفیگ که ساختید. حالا مال من این بود، وارد کردم و اینجا اون دکمه رو بزنم دیگه روشن میشه و راحت میتونم برم داخل پابجی.